سلام، مخلصم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من وحیدم از تورنتو کانادا و شما محبت کردید و چنل وحید تورنتو رو دارید ملاحظه میکنید. حضورتون آرزم که امیدوارم هر جایی که هستید دلتون خوب و خوش باشه. برای مهاجرت کردن لطفاً زندگیتون رو خراب نکنید و از هم جدا نشید. ببینید، یه چیزی که الان خیلی مرسوم شده و خیلی اتفاق میفته رو میخوام بهتون توضیح بدم و براتون یه سری چیزها رو تعریف بکنم که قصه واقعی زندگی خیلی از آدماییه که اومدن اینجا. وقتی که شما درخواست ویزای توریستی میدید برای کانادا، به 2 علت 99% ریجکت ها به 2 علت اتفاق میفته. یعنی وقتی که شما ویزاتون ریجکت میشه، آفیسر به شما نوت میده و توی اون نوت معمولاً یکی از این دوتا یا هر 2 علت رو عنوان میکنه. یا میگه که شما تمکن مالیتون منو قانع نکرد، یا میگه که آقا من اطمینان ندارم که شما بعد از مدت ویزیتتون در کانادا خاک کانادا رو ترک میکنید، که اصطلاحاً یکیش که خب میشه تمکن مالی، یکیش هم بهش میگن تای برگشت. یعنی دلیلی که افسر پرونده رو، افسر اداره مهاجرت رو قانع میکنه که شما برمیگردید. همیشه هم تاکید شده که وقتی میخواید شما ویزای توریستی اقدام بکنید برای کانادا، حتما باید به این توجه بکنید که یک تای برگشت قوی داشته باشید، از طرف دیگه یک تمکن مالی. این 2 تا فاکتور تنها نیاز ویزای توریستی نیست. شما باید چیزای دیگر رو هم در نظر بگیرید. مثلا دارم میگم این که شما سفرهای زیادی داشته باشید میتونه خیلی کمک بکنه. اینی که شما اینجا دعوتنامه از فرد درجه 1 داشته باشید میتونه کمک بکنه. حالا در مورد این اصلا دعوتنامه چقدر نقش داره، این سفر چقدر نقش دارن، سعی میکنم یه ویدیو بذارم و اونو جدا توضیح میدم. اما مجموعه اینا میتونه شرایط شما رو، اصطلاحاً میگن شما رو واجد شرایط میکنه برای گرفتن ویزای توریستی. خب 2 تا دلیلی که میاره افسر پرونده، افسر اداره مهاجرت، یا تای یا تمکن. درست شد؟ تمکن حالا به قول معروف میشه قرض کرد، نمیدونم میشه از این منبع جور کرد، خونه گذاشت و فلان گذاشت، اون اوکی میشه. میرسید به تای برگشت، چیزی که خیلی متاسفانه باعث خراب شدن زندگی ها شده. تای برگشت رو میان چه کار میکنن؟ طرف میگه آقا جان من الان مهمترین تای برگشتی که میتونم بذارم اینه که خودم بیام، خانومم یا حالا اگر در واقع همسرم بذارم بمونه، بچه‌م و همسرم میمونم، من خودم بلند میشم. اینجوری افسر پرونده میگه که اوکی این میخواد بیاد اینجا ویزیت کنه دیگه، زن و بچه‌ش، نمیدونم همسرش رو، مثلا بچه‌هاش ایرانن، این برمیگرده، پس افسر قانع میشه و به من ویزا رو میده. بلند میشم میام اینجا، تبدیل ویزا میکنم، یه کاری پیدا میکنم و بعد دیگه درخواست میدم، مثلا خانواده‌ام هم میان. یا اینجوری فکر میکنن یا میگن اوکی ما اینجوری در واقع ویزای توریستی رو میگیریم، میریم اونجا پناهنده میشیم، پناهنده که شدیم PR میشیم، بعدش میام اینجا زن و بچه‌مون رو مثلا به هم میاریم. ببینید اینا اصلا یک توهمات، به نظر من یک اشتباه، حالا توهم نگیم، یک اشتباه بزرگه، خیلی اشتباه بزرگیه این کارو میکنید. اینو دارم بهتون دوستانه میگم، اینو داره کسی بهتون میگه که اومدن و نیومدن شما هیچ سود و ضرری برای من نداره. من نه در واقع به وکیل مهاجرتی هم که بخوام از آوردن شما پول بگیرم، نه این که شما قراره بیاد جای ما رو تنگ بکنید. صحبتی که من الان میکنم شاید برای بچه‌هایی که ایران هستن خیلی ناخوشایند باشه که ای بابا اینم همش میگه که نه، یا فکر میکنه که مثلا میخوام بیام جای اونو بگیریم، خودش نشسته اونجا و از این حرفا. ولی برای کسایی که اینجا رو با این مواجه شدن میگه که آره کاش این کار نکرده بودیم. به واسطه شغلم، به واسطه
حرفم با آدمای مختلف که با ویزاهای مختلف میان اینجا سر کار دارم. خب هر نیوکامری که میاد اولین چیزی که میخواد بگیره خونه است دیگه، پس میاد سراغ کسایی مثل من میان، حالا یا با ویزای دانشجویی اومدن یا ویزای توریستی اومدن تبدیل کردن ورک پرمیت، یا با نمیدونم آی سی تی اومدن مثلا، یا با کلوز ورک پرمیت اومدن. خلاصه یه جوری اومدن اینجا دیگه، بجز پیارا را دارم صحبت میکنم. خب باشون تو همین مسیری که دارم خونه ها رو نشون میدم، محله ها رو بهشون معرفی میکنم، صحبت میکنم شما چه جوری اومدی. اصلا تا طرف به من میگه که آقا من دانشجویی اومدم، میگه فلانی تو رو آورده، فلان وکیل شما رو آورده، میگه آره، چون میدونی هر وکیلی معمولا روی یک چیزی متمرکز میشه. میگه آقا من مثلا فقط ثبت شرکت کار میکنم، اون میگه من سرمایه گذاری، اون میگه کارآفرینی، اون میگه که میدونی. برای همینه که شما وقتی که از ایران میخواید راه مهاجرتی انتخاب بکنید، با هر وکیلی که صحبت میکنید هر کدومشون یه راهو بهتون میگن. یکی میگه آقا بیا مثلا واسه ثبت شرکت میکنم، اون یکی میگه بیا مثلا نمیدونم واسه کلوز ورک پرمیت میگیرم یا همون جاب آفر، یکی دیگه میگه نمیدونم بیا واسه دانشجویی، چون اون تو اون هیته مخصوص داره فعالیت میکنه. درست شد؟ با اینا که صحبت میکنی اصلا یه چیزایی آدم میشنوه عجیب غریب و واقعا هم ناراحت میشه. یه خانواده 3 نفره‌ای بودن که میگفت 3 نفرمون خانم، آقا، پسر درخواست ویزای توریستی دادیم. این صحبت برای الان نیست، برای چند سال پیشه. درخواست ویزای توریستی دادیم خانوادگی بیایم، هممون ریجکت شدیم. به ذهنمون رسید که آقا من خانوم بود، من درخواست بدم شوهرم و پسرم بمونن ایران، من میام اینجا میرم درخواست پناهندگی میدم، بعد که پیارم اومد میام مثلا شوهرم و با بچه‌هامو میارم. در اومد خودش اینجوری تونستم ویزا بگیرم. فقط خانم ویزا گرفته بود، اومد و دیگه تو این مسیری که ما حالا میرفتیم خونه نشون میدادیم، صحبت میکردیم، درخواست پناهندگیشو داد، قبولم شد، ولی پروسش طول کشید، خیلی طول کشید، خیلی بیشتر اون چیزی که فکر میکرد طول کشید. چه اتفاقی افتاد؟ پسرشون سرباز شد. حالا خروج اون پسر هم اینجا داستان شده. میگه اصلا نمیتونم الان درخواست بدم. چرا؟ چون کارتا نیومده، چون کارت پیارم نیومده. ببین این الان نابود شد. میگه که هر چند وقت بلند میشم میرم ترکیه، شوهرم میاد ترکیه، پسرم که اصلا نمیتونیم ببینیم، مثلا از کشور نمیتونه خارج بشه، مگر اینکه بیافتیم دنبال ویزاهای معافیت‌های تحصیلی، بعداً مثلا من بتونم ببینمش. داره دیوانه میشه این خانم. یه موردی که واسه من چندین ماه پیش، حالا این میگم چند سال پیش بود، چندین ماه پیش اتفاق افتاد، فکر میکنم جون بود، مثلا میشه 4-5 ماه پیشمون. خب 5-6 ماه پیش تقریبا یه خانومی به این پیغام داد که مونتریال بود، گفتش که من میخوام بیام تورنتو خونه بگیرم. خودش بود و یه پسر نوجوان. همسرش کجا؟ همسرش ایران. اینا با چی اومده بودن؟ اینا با کلوز ورک پرمیت اومده بودن. آقای وکیل به اینا گفته بود که تو اگر آیلتس 5 بگیری، من برای کلوز ورک پرمیت میگیرم توی یه شرکتی، یعنی جاب آفر بهت میدم، خودت و پسر در واقع میتونید بیاید اینجا، برای همسرت هم اوپن ورک پرمیت میگیریم، 1 سال بیای اینجا مالیات رد بشه، با همین چیزی که الان داری، با همین مدارکی که الان داری، 1 سال بگذره رفتی دیگه توی پیار. بلند شده رفته بود کجا؟ رفته بود کبک، شهر مونتریال. خونه 1 ساله رو گرفته بودن، وسیله خونه خریده بودن، ماشین گرفته بود و همه این کارا رو میکنن. میرن پیش وکیله که باهاش صحبت بکنن. وکیل تو مدت نبود کانادا، بعدن که اومده بود میرم پیش وکیل و دیگه زندگی شک گرفته بوده دیگه. آقا هم برمیگرده ایران که اونجا بنده خدا کار بکنه، پولو بفرسته برای اینا. وکیل میگه نه، ما نمیتونیم با این آیلتس 5 که شما گذاشتی، 5.5 که شما گذاشتی، شما نمیتونی اقامت اینجا رو بگیری. یا خودتون گفتید تو ایران. نه، بچهای دفترمون تو اینجا اشتباه کردن، تو ایران به همین راحتی. بعد چی کار بکنم؟ باید آیلتس 7.5 بگیری.
بچه‌هایی که زبان خوندن میدونن که نیم نمره بخوای یه اسکیلتو بیاری بالا چه پدری ازت در میاد. حالا ایشون باید از 5 برسه به 7.5. گفته خب حالا چیکار کنم؟ این همه هزینه دادم، خونه گرفتم، ماشین و وسیله و داره. تازه بچه‌هایی که جاب آفر میگیرن، ورک پرمیت میگیرن، یه مالیات ماهانه خودشون عجیب دارن میدن. حالا وارد اون مقوله نشیم، کلی داره هزینه میکنه. تقریبا میگم هولوش مثلا 100,000 تا 120,000 تا هزینه واسش در اومده بود. بعد گفت چیکار باید بکنم؟ گفت باید بری ایالت اونتاریو، از اون طریق میتونی. وسط قرارداد خونش بنده خدا میخواست بیاد اینجا، اومد اینجا 2 بار فکر میکنم 3-4 روز مجبور شد تورنتو هتل بگیره تا ما تو همون 3-4 روز، من از صبح حالوش مثلا ساعت 10-11 میرفتم با ایشون دنبال خونه تا شب. کلی هزینه جابجایی شد، دوباره مجبور شد بیاد اینجا خونه گرونتر بگیره. خب به نسبت مونترا خونه ها گرونتره و کلی بالا پایین. میگه هنوز که هنوزه، ببینید چند ماه گذشته، نزدیکی 6 ماه داره میشه که گذشته از این ماجرا. میگه هنوز که هنوزه ورک پرمیت من از استان اونتاریو صادر نشده. ببینید اصلا تعیین اصلا مشخص نیستش که این پروسه چقدره. طرف بهتون میگه آقا 2 ماه دیگه این کار اتفاق میفته، مگه اون آخه وزیر مهاجرته؟ اصلا اینطوری نیست. مورد اخیری که داشتیم، ببین اینا مثالاییه که دارم بهتون میگم ذهنتون باز بشه. 3-4 ماه پیش بود، یه خانومی با کلوز ورک پرمیت تنها اومد، دوباره همین اتفاق. یه پسر 7-8 سالش رو تنها گذاشته پیش شوهرش، بلند شده اومده گفت وکیل گفته 2 ماه دیگه بچت پیشته. هنوز داستان داره. الان داره میشه 4-5 ماه، 4 ماه خورده‌ای داره میشه. به من زنگ زده بود که وحید من دلم لک زده که پسرمو بغل کنم. ببینید چقدر الان اینا داغون میشه این زندگی‌های این تیپی. لطفاً به اینجور چیزا توجه نکنید، مسیرتون رو درست انتخاب بکنید. الان دوست، آشنا، فامیل، هر کسی که به من زنگ میزنه میگه آقا هفتم میشه وکیل یارو گفته که شما برو نمیدونم بعداً میری اونجا ویزاتو تبدیل میکنی به دانشجویی، بعداً این فلان کارو میکنی، نمیدونم ورک پرمیت میگیری، بعداً بیا مثلا زن و بچه‌تو ببر. میگم فلانی، یا همتون با هم بیاید یا هیچ کدومتون نیاید. اینجوری زندگیتون داغون میشه. ببینید قانونهایی که برای مهاجرت میذارن توی هر فیلدی که در نظر بگیری، اقامت دائم، سرمایه گذاری، کارآفرینی، ورک پرمیت، استودنت ها، همه روش ها قانوناشون آیین‌نامه است. قانون نیست که بخواد بره مجلس تصویب بشه، رأی بیاره نیاره، اصلا اینجوری نیست. آیین‌نامه است. من وزیر نشستم اینجا 4 خط می‌نویسم، یا آیین‌نامه تعیین میکنم و میره. مثل اتفاقی که برای پروموشن ایرانی‌ها گذاشتن. یهو گفتن آقا جان از 4 روز دیگه از اول مارچ 23 ویزای توریستی رو به ورک پرمیت تبدیل میکنیم. تموم شد. 4 خط نوشت تموم شد و رفت. الان همینه. یه دفعه میاد میگه که آقا جان اینو ما بهتون گفته بودیم، نه از اینجا به بعد میشه اینجوری. حالا شما اومدی اینجا زن و بچه رو ول کردی، با یه تارگت دیگه اومدی، ببین اصلا همه چی عوض شد. اصلا اینجوری نیستش. حتما فکر میکنم بتونم که برای ویدیو بعدی بگم که اصلا چجوری میشه بیای، برای اومدن کانادا چی لازمه، بعد چی کار بکنی. اینقدر چیزای گنگی وجود داره، واقعا باید چه کار کرد. حتما توی ویدیو بعدی بهتون میگم. باور کنید صحبتایی که من میکنم فقط به خاطر اینه که بهتون آگاهی بدم، ذهنتون باز بشه. اصلا اینجوری نیستش که بخوام بگم آقا دیگه همه چیز خرابه، تو نشستی اونجا خبر اینجا رو نداری. نه اصلا اینجوری نیست. باور کنید اصلا اینجوری نیستش. من فقط میخوام بهتون بگم که آقا درست نگاه بکنید، ذهنتون باز باشه، مسیرتون درست باشه. اینقدر آدما رو من میبینم که با پیار دارن میان، کیف میکنم. میگم آدم میگم تو درست مسیر رو اومدی. یعنی اونجوری نیستش که نشه با پیار بیای. اونجوری نیستش که فکر کنیم همه راه‌ها بسته است. نه اصلا اینجوری نیست. فقط مهم اینه که واقعا بتونی و تشخیص بدی راه تو. میگم حتما سعی میکنم تو ویدیو بعدی در این خصوص صحبت بکنی و مفصل بهتون میگم.
این اتفاقاتی که تعریف کردم، این 3-4 تا خانواده شاید هم الان پای ویدیو من همچنان نشسته باشن و خیلی از کلاینت هایی که من براشون خونه میگیرم از همین یوتیوب و اینستاگرام ما میان، از کانال تلگرام ما میان. حالا من آدرساشون رو براتون میذارم، باشون دوست میشیم، صحبت میکنیم. خونه که میگیریم اصلا یه چیزایی آدم تعریف میکنه. یعنی این خانوم پیروزا به من زنگ زد گفت دلم لک زده برای بغل کردن پسرم، اصلا نمیدونی چه حالش بد بود. به ذهنم رسید که من بشینم واقعا اینو توضیح بدم که بگم اینا این کیسایی که داریم میبینیم، واقعیت اینه که فکر نکنید که الان همون چیزی که بهمون میگن میریم اونجا خب اینو تبدیل میکنم، اونجا میریم اونجا آره یه 6 ماه بعد مثلا همه چیز درست میشه. الان من میشناسم کسی که خواهرش هم ریجکت شده، خواهرش دعوتنامه داره، خواهرش هم ریجکت شده. اصلا به این چیزا فکر نکنید، چیزایی که ریاله، چیزایی که واقعیه رو در نظر بگیرید. به ویدیو بعدی ما حتما در مورد اینکه آقا اصلا میخوایم بیایم چی باید داشته باشیم، باید چه کار بکنیم، راه درستش چجوریه رو سعی میکنم که خیلی زود واسهتون بذارم. دمتون گرم، مرسی. اینکه کلی پیغام میگیرم که آقا مرسی که خوبی و بدیای کانادا رو میگی، مرسی که همه واقعیت هاشو میگی، فقط نمیای خوبیاشو بگی. اینا به هم انرژی میده. امیدوارم که یه روزی از مسیر درست اینجا باشید و به هم پیغام بدید که وحید من اومدم و بریم خونه بگیریم. این خیلی حس خوشایندیه که با مسیر خوب و درست خودتون رو میرسونید اینجا. مخلصم، دمتون گرم. دوست داشتید، خوشتون اومده بود، لایک یادتون نره. یه کامنت کوچیکم کلی میتونه به ما انرژی بده. فعلا